پیش بینی می شود که امروز رئیسان ناحیه‌های بادکند قرقیزستان و اصفرای تاجیکستان برخورد دیروزه ساکنان دهات نزد مرزی دو کشور آسیای مرکزی را بررسی کنند. حکومت ولایت جنوبی بادکند قرقیزستان بر رادیوی آزادی خبر داد که روز 3 اپریل بر اثر برخورد ساکنان دهات نزد مرزی 2 نفر با جراحت‌ها بستری شدند. منصبداران قرقیز میگویند برخورد زمان شروع شد که یک ساکن دهه قرقیزی کوشش کرد در منطقه بحثی سرحد دیوار بنیاد کند. سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان محمد اولوخوجایف بر رادیوی آزادی این سخنان را تصدیق کرد. وی گفت در نتیجه سنگپرتایی ساکنان دهه اجدابای قرقیزستان و دهه خواجه علای تاجیکستان تخمیناً 50 کس زخم برداشت. به گفته اولوخوجایف مرزبانان تاجیک سعی نمودند طرفها را آرام کنند. تا حال بخش اساسی مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تشخیص و علامت گذاری نشده است و بارها سببگار مناقشه ساکنان دو طرف مرز گشته است.